از کدوم من رفتین اونجا؟ از همین من؟ با خودتون لج نکنین لاغر. خب این مسیر پیاده روی از کنار کشتی میرزا کوچک به طرف اسکله است. میریم این ورش هم دریاست و ساحل و این ور همجور میره تا آستارا. این ورش هم اسکله بندر انزلیه و همجور میره تا فانوس دریایی اصلی که اونور هست. گزیدگی موجودات خزنده و حشره داره. این هم یه فانوس دریاییه. یه روز باشه که همه بیان اینا رو تمیز کنن، کنار دریایی که موج میزنه آشغالا رو بیاد اینجا. این مردم میبینی چی ریختن. این مردم تازه هم هستن، کیف میکنن ها. یعنی واقعا لذت میبرن از یه کاری که انجام میدن، مثلا کثیف کاری مثل این کارا. همینجور میریزن پلاستیک، آشغال. متاسفانه نسل های جوون ما هم خیلی رعایت نمیکنن. نمیدونم چرا، چه فرهنگیه، چه لجی با خودشون دارن. با خودتون لج نکنین لاغر، با خودتون لج نکنین، اینا مال خودتونه. آره این بالا قشنگ بوق کشتی. شنا چه باحاله. یه قایق هم دارن. کشتی داره میاد ورده اینجا باشه.
چیا رو میگین؟ نه موج شکنن. بالا همینجا دارن شنا میکنن. شراب بداشتن کشش. خدا قوت. سلام. از کدوم رفتین اونجا؟ از همین صخره نورد اینا. این ادامه هم راست. اینم که کشتی داره میاد، یه کش هم هست کنارش همراهش میکنه میره. این فرانسوی جدیده، اون قدیمیه تا اونجا میومد. این جدید ساختن تا قشنگ وسط دریا. ادامه پیاده رویمون به طرف ته اسکله. خیلی هم عالی. اینم سوله هایی که ساختن اینجا و برای محصولات دامی و گندم و هم چیزایی که بیارن اینجا هست. که لعنتی ها من هنوز زندم. باحاله نه؟ آره اینجا جای قشنگی درست کردن، خوبه. شما بکنم خیلی باصف هست. باید بیایم دیگه، با دوستان بیایم. همیشه بالاخره جمع خیلی بیشتر
مزه میده تا تک. درسته؟ تک هم خیلی بعضی وقت حال میده خودش، خودمونیم. تک هم بعضی وقت خیلی حال میده. اینا ماهی میگیرن، ماهی که اومدن همجوری بچرخن. چطور بود؟ تا اینجا خوب بود؟ یه سابسکرایب کنید، سابسکرایب کنید. خب یه چیز جالب این که این مسیری که ما اومدیم مثلا سطل آشغال وجود نداشت و اینکه خب مردم آشغالاشون رو کجا بریزن، یا اینکه یه پلاستیک خودشون جمع کنن ببرن، اوکی. ولی شمایی که اینجا درست کردی چه سطل آشغال نداری اینجا؟ چرا؟ یعنی واقعا فکرتون نرسید خب بذارین سطل آشغال، بذارین یه جای درست کنین، طراحی کنین. نه جای قشنگ طراحی کردین یه همچین گلدون رو مثلا سطل آشغالش کنین، چی میشه؟ نمیدونم خدا. گلکاری میکنین به این قشنگی. خب سطل آشغال هم بذارید دیگه. خب تا آخرش همینجوریه. فاضلاب داره، ببین جالب، فاضلاب داره. سطل آشغال هم میذاشتین. اینم ورودیه قشنگه. اینا فانوس دریاییه، اونم که دارن ماهی میگیرن.
تور پهن میکنم باید بگیرم. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. دوستایی که سابسکرایب کردن که خب هستن دیگه، اونایی که نکردن لطفا سابسکرایب کنن که همراه ما باشن. اون زنگوله رو هم بزنین چی میشه؟ هر وقت فیلم بذاریم شما متوجه میشین، تشریف میارین فیلم ها رو میبینید. ممنونم از شما، از همراهیتون.